در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران می‌بینیم که دایی و دختر دایی تولگا به عنوان بازیگران جدید وارد سریال می‌شوند. دایی تولگا خیلی زود با عاکف صمیمی شده و با هم رفیق می‌شوند. دختر دایی تولگا که لیدیا نام دارد وارد مدرسه شده و با استایل و صورت زیبایی که دارد توجه همه پسرها را به خود جلب می‌کند. سوسن متوجه لیدیا شده و می‌فهمد که عمر هم مجذوب این دختر شده و از همان ابتدا از لیدیا متنفر می‌شود. علاوه بر این دو نفر، مادر اورهان نیز وارد سریال می شود. اورهان با دیدن مادرش با او درگیر شده و او را از خانه بیرون می اندازد. اما شنگول به خیال اینکه مادر اورهان زن پولداری است او را دوباره به خانه باز می گرداند. از آن طرف می بینیم که برگ می فهمد که آیبیکه راز بزرگی را از او پنهان کرده و آیبیکه هم نمیخواد راز مرگ مادر الیف را لو دهد. به همین خاطر بین آنها جدایی اتفاق افتاده و رابطه‌اش هم به هم میخورد. سوزان که فهمیده مرگ احمد طبیعی نبوده و جنایت اتفاق افتاده است، دست به کار شده و سرنخها را برای پیدا کردن قاتل دنبال می کند و در این بین با یک شوک بزرگ و سورپرایز بزرگ روبرو می شود. و در پایان نیز می بینیم که سوسن به سراغ عمر رفته و در حالی که اشک می ریزد از عمر می خواهد که او را ببخشد. عمر با دیدن اشکهای سوسن او را در آغوش گرفته و به نظر می رسد شاهد آشتی این دو نفر و بهتر شدن رابطه آنها در قسمت‌های آینده خواهیم بود.